حامی حقوق انسان عظیمجان اسکروف که در رویدادهای سال 2010 در جنوب قرقیزستان با اتهام بر دروغ عیبدار دانسته شده است در محبس درگذشت. عظیمجان اسکروف که در مؤسسه اصلاحی رقم 19 ادای جزا میکرد، روز 24 ایول با یاری تعجیلی به قسم طبی کلونیای اصلاحی رقم 47 انتقال داده شد. قبلا در خصوص بیماری عظیمجان اسکروف حمایتگری او والریان وخیتوف خبر داده بود. با سبب وضع بدی سلامتی او سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر طلب داشتند که او را از محبس آزاد کنند. پس از حادثه‌های ماه ایون سال 2010 او با گمان تشکیل آشوب‌ها و شریکی در کشتار کارمند پلیس بازداشت گردیده بود. Нашей стороны, нашего государства мы должны были представить неопровержимые доказательства вины. همه خویشاوندان و دوستان او و اینچنین تشکیلات‌های بین‌المللی حقوق بشر با یک آواز اظهار داشتند که پرونده جنایی علیه عظیمجان اسکروف بافته شده است. مرحوم همچون مبارز برای عدالت و حمایتگر مسلمانان مظلوم معروف بود. یادرس میکنیم که سنه 24 ینوری سال 2017 دادگاه ولایت چویسکی بررسی پرونده را با سبب‌های نو آشکار شده آغاز کرد، اما در نهایت قرار قبلی را به تغییر گذاشت. عیناً همین قرار را 13 می سال 2020 دادگاه عالی نیز دستگیری کرد.